سلام دوستان، خوش اومدید به ویدئوی جدیدمون. من بیگ هکتور هستم و امروز قراره بهتون یاد بدم که چطوری بتونید تحریم‌های سرور بازی‌های آنلاین رو دور بزنید که خب مشکلمون توی این منطقه جغرافیایی یعنی خاورمیانه همیشه هستش دیگه، مجبوریم با این وضعیت بسوزیم و بسازیم. که این روش ها هم به این صورت هستش که اولیش DNS که اغلب شما میدونید چی هستش و یه روش دیگه هم داریم که یه مقدار هزینه داره که آخر ویدیو براتون توضیح میدم. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. گزینه اول DNS هستش. خب حالا DNS چی هستش؟ Domain Name System یه پروتکل هستش که آدرس شما رو به سرور مقصد ارسال میکنه. یعنی مثلا IP من 192.168.1.1 هستش یا حالا چیزای دیگه تغییرش میده، این آدرس از یه سرور واسطه میره به دست سرور اصلی یا IP مقصد میرسه. به همین خاطر هستش که ما میتونیم با استفاده از این روش به سرورهایی که ما رو تحریم کردن وصل بشیم. حالا DNS هایی که ما داریم الان استفاده میکنیم چیا هستن و چه اینترنتی برای این که راحت تر بتونیم از این DNS ها استفاده بکنیم خوبه؟ اینترنت های زیادی هستش که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم، مثل شرکت حالا شاتل هستش، مثل آسیاتک هستش، مبنا تلکام هستش، پیشگامان هستش. این سرورها همه پره. بهترین اینترنت فیبر نوریه. اگر منطقه‌تون فیبر نوری رو ساپورت میکنه، یعنی کشیدن خطش رو تا در خونه، میتونید فیبر نوری بگیرید که بهترین تجربه آنلاین رو تا اونجایی که بهمون اجازه میدن بتونیم داشته باشیم. بعدش VDSL هستش که یه ذره نوسان داره تا سر پست یا سر محلتون فیبر نوریه. بعدش دوباره مثل ADSL سیممسی میشه که یه ذره داستان داره. شاید مثلا پکت لاس بگیرید که همون یه لگ ریز بهتون میده یا اعصابتون میره میزنید همه چی رو میترکونید. دقیقاً اون مشکل همون لگ است یا همون پکت لاس است. و در نهایت ADSL هستش که خب خیلی وقت ما داریم ازش استفاده میکنیم، تا 16 مگ اگر خطتون بکشه میتونید ازش استفاده بکنیم، که البته من یه ویدیو در موردش ساختم که میتونید اونجا ویدیو رو، این لینکش اینجا میاد، ببینید تا بتونید راحت‌تر اینترنتی که توی محل شما مناسب گیم هستش رو انتخاب بکنید. طبق تجربه‌ای که من داشتم، آسیاتک، شاتل و مخابرات بهترین گزینه‌ها هستن برای اینکه شما بتونید گیم رو راحت تر بازی بکنید. من خودم الان دارم از مخابرات استفاده میکنم که VDSL هستش. یه مقدار اذیت میکنه که فکر میکنم به خاطر محلمونه، یه مقدار بافت کهنه تر داره و به خاطر همین باعث میشه که یه مقداری پکت لاس و لگ و این داستانا گیرمون بیاد. فیبر نوری ماماسیتا کچلا، فیبر نوری حتما اگر میتونید فیبر نوری بگیرید. اینترنت موبایل رو من اصلا پیشنهاد نمی کنم چون خیلی بالا پایین داره. قشنگ موج سواری میکنید با اینترنت. ایرانسل که اصلا پرتش کنید بیرون، بزنید بره. بقیه اینترنت ها رو میتونید تست بکنید ولی من پیشنهاد نمی کنم از اینترنت LTE TDLT این سرور را استفاده بکنید برای گیم زدن. یه نت هم که هستش به اسم P2P یا همون پوینت تو پوینت که دیش میذارن رو پشت بوم سیم میکشن. اکثر استریمرها از این نت استفاده میکنن برای استریم کردنشون که یه مقداری میشه گفتش که استیبل هستش یا همون پایداری زیادی داره. البته اونم باز تو ایران قطعی زیاد داره دیگه. حالا چی کار میشه کرد که اونم خیلی گرونه. من برای این استفاده پیشنهادش نمی کنم. حالا میرسیم به DNS هایی که میتونیم داشته باشیم روی اینترنت همون. این DNS ها رو امتحان بکنید چون بهترین DNS ها هستن که شما الان میتونید ازشون استفاده بکنید. یکی DNS شلتر هستش، یکی DNS الکترو هستش و یکی هم رادار بازی که حالا میگن مال دولته، ما که ندیدیم ولی دیگه حالا چون وزیر ارتباطات اسبق اومدن تبلیغاتشو کردن احتمال داره که دولت پشتوانش باشه، که شما میتونید با این DNS ها به سرور فیفا یا همون FC24 وصل بشید، به سرور کال آف دیوتی وصل بشید که الکترو بهترین DNS هستش برای کال آف دیوتی بازی کردن. و شلتر هم که تازگی اومده به عرصه
یه DNS هم هست به اسم شکن که یه مقداری دیگه از کار افتاده. حالا اینا میان یه سری DNS های اختصاصی به شما میدن که حالا از اون عمومی ها یه مقدار میشه گفت استیبل تره که من پیشنهاد نمی کنم بخرید، از هم عمومی ها استفاده بکنید. چرا میخواید هزینه بکنید؟ سوال اینجاست که من اصلا DNS رو چطوری باید واردش بکنم؟ برای وارد کردن DNS من ویدیوهای آموزشی زیاد دارم تو کانال که حالا لینکش رو این بالا میذارم. این برای پلی استیشنه و یه دونه هم که آموزش برای ایکس باکس داریم که شما میتونید لینکش رو اینجا ببینید. ولی خب اون DNS هایی که اونجا میزنم شاید اون موقع دارن کار میکنن، میتونید از DNS های جدید استفاده بکنید. و برای کامپیوترم توی همین ویدیو بهتون نشون میدم که DNS رو کجا بتونید وارد بکنید. خب رفقا، برای وارد کردن DNS روی PC میاد روی سرچ بارتون، اونجا میزنید settings که حالا اون اولش اس رو بزنید فکر کنم بهتون نشون بده که حالا من کامل میزنم ستینگ رو. وارد ستینگ که شدید میاید قسمت نتورک اند اینترنت، داخل نتورک اند اینترنت شدید ادوانس نتورک ستینگ رو بزنید. اون کانکشنی که حالا دارید میتونه کابل لند باشه که اترنت یا وای فایتون، هر کدوم هستش رو انتخاب بکنید و بعدش اون پایین نوشته مور آداپتر آپشن ادیت رو بزنید که حالا ما الان میریم روی وای فایمون، چون با وای فای وصل شدیم مور آداپتر آپشنز رو میزنیم ادیتش رو و این صفحه برامون باز میشه. همونطور که میبینید اینجا قسمت نتورکینگ رو میبینید که باید حتما اینترنت پروتکل رو ورژن 4 رو انتخاب بکنید که 6 رو کار نداریم، تیکم نخورده اصلا، ما فقط با ورژن 4 کار داریم. روش دابل کلیک میکنید و به شما این پنجره رو میاره نشون میده. با بالایی کار نداریم برای DNS زدن، ولی خب میتونید IP مجزا هم بدید بهش، ولی فقط میخوایم الان DNS بزنیم. DNS هم عموما 2 خطی هستن، اگر تک خطی بود فقط بالایی رو بنویسید، اگر 2 خطی بود پایینش هم پر بکنید که حالا من اینجا DNS الکترو رو دارم وارد میکنم که خط اول 78.157.42.100 هست و خط دومم 78.157.42.101. بعد اوکی بزنید خارج بشید، شما دیگه الان DNS تون فعاله و برید برای بازی کردن. DNS الکترو تقریبا میشه گفت که یکی از بهترین DNS هایی هستش که بچهای ایرانی درست کردن. سرورش عموما مال آلمان هستش که شما رو وصل میکنه به یه واسطه آلمان، بعد از آلمانیه وصل میکنه به سرور FC24 یا حالا کال آف دیوتی یا یه سری بازی‌های دیگه مثل رینبو 6 و اینا. همشون هم ماشاءالله ما رو تحریم کردن. DNS رادار بازی هم که برای همین دولت خدمتگزار قبلی بود که وزیرش دیگه رفتش و وزیر جدید اومده که رادار بازی هم میتونید این DNS رو وارد بکنید، یه سری سرورها رو راحت براتون باز میکنه. اما همه این DNS ها بگیر نگیر دارن، یعنی ممکنه وسط بازی قطع بشه، بپره از بازی بیرون، یا اینکه اصلا کلا وصل نشه، یه روز وصل میشه یه روز وصل نمیشه. شما همش درگیر این هستید که DNS باید بزنم، DNS رو از کجا گیر بیارم، فلانی DNS داری به من بدی. همه درگیری گیمرهای آنلاین باز ایرانی شده DNS. و در نهایت یه دونه هم که DNS شلتر هستش که شلتر فکر میکنم 2 تا سرور عمومی یا همون DNS عمومی داره و DNS خصوصی که من استفاده نکردم، ولی خب DNS عمومیاش اینا هستن که میتونید ازشون استفاده بکنید. در پایان بهترین گزینه برای کسانی که میخوان آنلاین بازی بکنن و اینترنت استیبل و خوبی دارن گیراب بوستر هستش. گیراب بوستر مال یه شرکت سنگاپوری هستش، یه اپلیکیشنی رو درست کرده که هم روی ویندوز میتونید استفاده بکنید هم روی گوشی، و اپلیکیشن ویندوز رو میتونید برای لینک کردن به کنسولتون استفاده بکنید. نکته‌ای که وجود داره، گیراب بوستر رو شما نصب میکنید، یه روز به شما مجانی تست رایگان میده، بعدش باید اکانت بخرید. با پاک کردن برنامه و این داستانا و اکانت عوض کردن هم گول نمیخوره متاسفانه، وگرنه میشد ببینید، ولی خب نمیشه. باید برید اکانتشو یا حالا کد اشتراکشو بگیرید. 1 ساله داره، فکر میکنم 6 ماهه داره و 1 ماهه
که قیمتاش هم تقریبا از 200 خورده‌ای شروع میشه تا ماشاءالله که 1 ساله هستش. میتونید برید از سایت‌های مختلف چک بکنید قیمتا رو، هر کدوم که دوست داشتید بخرید. سیستم کار گیراب بوستر چطوری هستش؟ خب بعد از اینکه گیراب بوستر رو نصب کردید و اکانتتون رو درست کردید، وارد میشید. حالا ما الان می‌خوایم پلی استیشن FC24 رو نگاه کنیم ببینیم که چطور کار میکنه. اینجا PS EA اسپورت FC24 رو داریم، FC24 خالی رو داریم که برای PC و ایکس باکس FC24، یعنی هر کدوم فرق میکنه. حالا من الان PS رو انتخاب کردم. لنم حتما باید یه دونه به لپتاپتون وصل باشه و اون طرفش هم بخوره به مودمتون و این لنی که میبینید سفیده به لپتاپ وصله و این لن آبی میره این سمت میخوره به کنسولمون که مشخص هستش. اگه قبلا ستینگ رو نچیده باشید به شما یه سری IP و DNS و گیتوی بهتون میده که اینا رو باید روی کنسولتون وارد بکنید. حالا این چیزی که الان داره به من نشون میده شاید برای شما متفاوت باشه. این طرف روی کنسول من یه لن برای گیراپ لن درست کردم که شما هم میتونید مثلا حالا لن رو درست کنید براش. IP که خواسته رو تو حالت عادی اتوماتیک هستش که باید بیارید روی منوال قرارش بدید. بعد IPv4 آدرس رو اونجا وارد میکنید که چیزی که برنامه بهتون داده و سابنت ماسک، گیتوی و پرایمری DNS. چون به من سکندری DNS نداده بود نیازی نیست که به من واردش بکنم. اوکی رو میزنید، کانکت میشه و حالا میریم برای تست بازی. خب دستگاه کانکت شده باشه اینجا به شما سرور ریجن میده که میتونید دستی انتخابش بکنید. اوتو داره و همینطور سرورهای میدل ایست، اروپا، آمریکا، بوزاتلردن همه چی اینجا هستش. شما جایی که نزدیک تره رو انتخاب بکنید. پیشنهاد من بحرین هست و دبی، ولی خب اوتو بذارید بهترین گزینه است عموما، که خب این سری هم ما همون روی اوتو میذاریم، یا حالا جای دیگر هم میتونید شما انتخاب بکنید اگر مشکل داشت. این پینگی هستش که ما الان روی کنسولمون داریم و پکت لاستمون هم 0 هستش. خب اون قسمت هایی که حالا کانکتینگ اینا میشد که من اسکیپش کردم. مستقیم بیایم سرچ بکنیم. سرچ رو میزنیم به شما همون پینگی رو میده که روی اپلیکیشن نشون میده که حالا یه مقدار بالا پایین میشه. بعد که استارت رو میزنیم و میریم داخل بازی. این هم از بازی. اگر شما توجه بکنین بالای صفحه تصویر پینگ رو نمیبینیم یا تصویر پاکت لاس رو، که نشون از کیفیت خوب سرور داره و البته اینترنت شما هم خیلی مهمه که اگه اینترنتتون کیفیت پایین باشه امکان داره روی اپلیکیشن هم تاثیر بذاره. در پایان یه تشکر ویژه از دولتمردان اونور و دولتمردان اینور داریم که ما رو جر دادن، اونور تحریممون کردن و اینورم فیلترمون کردن. دستشون درد نکنه. ممنون که همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. به امید روزی که دیگه این سرورها ما رو تحریم نکرده باشن و دیگه هم ما فیلتر نباشیم پیش میاد قطعاً، ولی مشخص نیست کی. دم همتون گرم. مراقب خودتون باشید. یا